اگه با مچ دستات زیاد کار میکنی این چند تا تمرین رو با من انجام بده. خب با یه دست انگشتا رو بکش به سمت پایین، 10 شماره نگهش دار و حالا انگشتا رو بکش پایین، دفعه کف دستت به سمت داخله، 10 شماره نگه دار. حالا انگشتا رو توی هم قلاب کن، کف دست و سپس پشت دستت رو هل بده به سمت جلو و حالا مچ دستاتو بچرخون. اگه با لپتاپ و کامپیوتر زیاد کار میکنی خیلی این حرکات کمک میکنه که مچات خسته نشه. حالا پشت دستاتو بزن به هم دیگه مثل یک کتاب، دستاتو باز و بسته کن. خب حالا جهت مخالف میتونی روزی چند بار این حرکات رو انجام بدی و از خودت مراقبت کنی.